ماشین های عادی تا دکدن در ارگی تی جی. ارگی تی جی سامانه که دست بکار است. من کن تر لبوسه سوار کنم عروسه بچه ها ما توی دارم بیاین همه کسه. از تقدیمات استودیوی دیدار بخبر نمانید. روزهای نزدیک کلیپ نوی حسنی چیلا با نام روز در ترالبوس. در نقشای اساسی حسنی چیلا، سعید جانی لکای، سعدی عربشو، دوست مرادی دون جوان، الهامی موگامبا، نیلوفری کبوتر، جورخانی رئیس و اوچای مقدس. مهمون دیویدی خانه شما خواهد شد. در سرتاسر تاجیکستان پخش می شود. از تو یک چیز میپرسم. همچون پدر فرزندانت را در حوض در چنین حالت دیدن دشوار است، نه؟ مقصدی تو تندر است. پول میخواهی، دردت همین است. برای من هم پدرم را آویخته شدنش را دیدن دشوار شده بود، بسیار. میدانی که پدری مرا کی کشت؟ پدرت، حسن پیکچی. پدری من آدمی دغل بود اما قاتل نبود. دروغ نگو. از مادرت بپرس، او با تو کی بودنی عائله بیهان را نقل میکند. مرد کجاست؟ پسرم را دیدن میخواه. بسیار خوب. بار دیگر از تو میپرسم و زود جواب ده. با آن تندر اشتراک میکنی یا نه؟ یگان تندر از فرزندی من عزیزتر نیست. اشتراک نمیکنم. تندر را گرفته به سرت زن. بسیار خوب. همین خیلی اصلاح شد. در دوام 1 ساعت فرزند را به دست میاری. خواطر نشود. جناب کمیسر شنیدید؟ گوش کرده توانستید؟ بسیار خوب شنیدیم. خواطر نشد. تا مترو سر ندهد عملیات را شروع نمیکنیم. آن طرفش آسان. خب فهمم. تا حال مرد پیدا نشده است. تو به جایی که دنیا به سر برداری برعکس با این زن سیر داری. خانم مجیده التماس، همه‌مان عصبییم. در اینجا کسی به کسی دشمن نیست. حداقل در این روز. بهترش من به آشخانه روم. دخترم بیو. هوا بلندی رو ببین. به دلم زد. بس سفسطه هایتون دلگیرم کرد. پسرم رو دستگیری نکرد. میفهمید؟ وقتی که پسرتون از پسرم دست کشید تنها نیلگون در برم بود. ما سیر نمی کردیم. پسرم را جستجو می کردیم. بهترش به پسرتون زنگ زده پرسان شوید که برای چی از قادر دست نکشیده، از مرد دست کشیده است. مرد از قادر چی کمی داشته است؟ بپرسید، شاید بفهمید. چچک کجاست؟ در حجره‌اش. را او فهمانیده نتوانستم. شاید تو فهمانده توانی. امشب در اینجا می ایستیم. من هم خواهش اینجا ایستادن ندارم. از بس که پسرم تا پیدا نشده است مجبور می ایستیم. التماس احوال ما رو بفهمید. مادر ما برای چی در اینجاییم؟ یک شخصی است که به ما ضرر میرسوند.
آدمی خطرناک است. تا حال دستگیر نشده است. کمی اینجا میستیم ولی زیاد نی. با فکر من تنها همین شب خدا خواهد پگو دستگیر می شود. مادر اکم کجاست؟ با او ضرر رساندن؟ نه اکرت خوب است. در نزدیک پدرت است. آنها دیرتر می آیند. التماس صبر کن دخترم کمی. салом. خوش آمدید. خوش باشید. خانم سوزان و فرزندانش امشب در اینجا می‌ایستند. حجره‌هایشان را آماده می‌کنیم و خوراک می‌پزیم. در اینجا می‌ایستند؟ بله. چی شد؟ شما باوری دارید؟ روی پوش‌های کورپا، تکسری و حجره را تیار کنید. خوب شده است خانم. یا خدایا توبه. پسرم برخیز. پسرم خوب هستی؟ خوبم. فکر کردم که میمیرم. او همش با آخی رسید گفت. پسرم نمیمیری، حالا حیات در پیش است. برای کردهشان یک به یک جواب میدیم. پدر، شما گفته بودید که اگر قادر چشمی راستم باشد تو چشمی چپم هستی. برای چی او را سر دادند و مرا نه؟ آخر بین فرزندانتون فرقی نبود که؟ نیست. مگر فرقی بوده میتواند پسرم؟ تو نصف جانی من هستی. اینها همه دروغ است. تو پسری من هستی، جان و جیگرم. تمیر، تو چگونه احمق هستی؟ نابکار، تو چگونه مردی بیعقلی؟ باید کمال قادر را انتخاب کرده نشان میدادیم. تو پس از یک روز از دست من مرد را خلاص کرده به سوزان معقول میشدی. چی شد ای مردک؟ خاطر نشوی جناب عزیز، سوزان تمام حصه ها را میفروشد. جناب عزیز، شما با کمال شریک میشوی. جناب عزیز چی شد؟ چی شد؟ جناب عزیز جان آرام شوید. عصبی شدن چیزی خوب نیست. اگر دخترم با کمال نقل میکرد، سوزان از همکاری ما با خبر میشد، آن وقت چی میشد؟ یگان چیز را به دست آوردن نمیتوانستیم. تمیر، تو در حقیقت بیعقل بودی. حالا چی به دست آوردیم؟ حالا در دست چی داریم؟ گپ زن. آیا من برای همین به این قدر زحمت راضی شدم؟ آیا برای اشتراک نکردن کمال به تندر است؟ من نه تنها اشتراک نکردنش را میخواهم، بلکه همه چیزی کمال را میخواهم. فهمیدی؟ جناب عزیز آرام. گوش کنید، این حالا سرشدی است. من سوزان رو میشناسم. کمال رو هیچ گونه نمیبخشد. همه فراموش میکند، اما سوزان فراموش نمیکند. از کمال قسم میگیرد. شما آرام شوید. گوش کن میگویم. اگر گفته هایت نشود، قسم میخورم که این جای را کافته تو را گور میکنم. فهمیدی؟ بسیار از خود نرو. فهمیدی؟ بی عقلی ناعهده برا. شاک